دوستان عزیز، چنانچه میدونید من چندین بار از این چی نمایش هم داشتم، برنامه هم داشتم از این موزه علل ماشین یا که تالار ماشین ها، اما همین راه گشتن گاو ندیده بودم. امروز حرکت میکنم ماشین چی اما ماشینی گاو ان شاء الله میریم ای نزدیک همه را به نوار میگیریم. با ما باشین دوستان عزیز. شما یک بار صحنه بیرونی جا ببینین. خیلی امروز آدم آمده است، خیلی تماشابین توریست سیاح هم بسیار امروز با ما بماند. این یک ایرا ببینین در بالای نمیشست مردم وای سوس کیسان کدام اکسپونات های عجیب و غریب. ایرا ببین چند صد تا گفته پا چی داره بالون نه. ایرا ببین شافور ببین ده همه چیزا میبرن هر طرف. هیچ اصلا یک موزه های. ایرا ببین ای آهن پاس خواهی. انا یک سیگار دوستان یک بار نشون دادم چیز همه جالب و عجیب است. نگاه کنید گاوا ببینید. ای باور که این گاوام در حرکت هم است. چند برنامه هم ضبط کردم. این در جا ماندگی بود نه که امروز شنبه روزی تفریحی روزی انا چی میگن رخصتی عادی خی مردم وای کسان. نگاه که دو سه اتاجای در بالاش آدم داره جمع شده. نگاه جالبی را ببین اینجا شافور را ببین کسای حتی در ته در بالا پول تا دادیست. این تماشابینا را ببین. این را ببین جالبی را ببین باور کن. دوستانی را ببین شما یک بار. این راه گردی این را ببین. این را ببین. این را ببین. این را ببین دوستان. مردم ببین. او بعد دهانه بنشته پوف میکنه خدا بیاد نبی دودش برای وایسه. این هم با دیزل های برادرها هم با الکترونیک. استوی گاوا بی شکمی گاوا بی یه حدیثه های بوار خیلی جالب. این آدم ببینه این رولوات چو میکنه یک تا اینجا های یک تا در پایان های و دیگه در بالا. این رو بی با نفس های گوه نشون میتون چی دیده نفس میکنن. این رو بی مردم خیلی تماشا دارن. سیوکا کیسان یارا بی خیلی جالب هم هست. ایرا باش همی اصلا دیده برای کران های همی گفتی که پا کرانه ها را گرفتن رای کدنه خیلی ساز کردن در بالاش. خارج ده سه اتاج های. این را میبارد همو تاگی نویست باید بمونش. خلاصی که اینجا همش با پلای در آمدن مثلا همی زل همی بالا شدن در ای گو 25-30 یورو های هر یک آدم کلان. اینا ببین خیلی مردم تماشابین هم هست در هر جا. و این طرف هم یک سینمای خیلی مشهور هم هست 3D های 5D های هم چیزا. اینا ببین ساختمان ها و خانه های استقامتی. چنانچه گفتیم این یک ایرودروم های یا یک اصلا میدان هوایی ای. نگاه کنید این پلاسش ماندگی های نگاه 4 طرفی پلاسه را نگاه ساختمان ها ساختند. و در اینجا موزه علل ماشین شهر تولوز.
فقط دیوانه شد. مردم هم تماشابین هم چقدر بسیار امروز اینجا یک چی دیگه های روبوت دیگه های چی میگن دیره دوزکش میگن چیش میگن خدا گیرش خیلی ای هم جالبه اینا بینید مردم تماشابین هم خب دوستان هم کمی معلومات درباره یکی از موزه های خیلی هم دیدنی و مشهوری فرانسه عموما فرانسه انختر شهر تولوز آل ماشین یعنی تالاری ماشین ها این ارگار رسید درونی ماشین اونجا لسنسای میره درونی زال اونجا درونی زال ای ماشین میره درونی زال قطعی لسنسا و درون دو مثلا و در درونی زال ده ساعت اکسپانات دیگه های ببینید ده ساعت اکسپانات دیگه های این دیگه که تمام مدرسه خیلی جالب و دیدنی و بحال آل دل ماشین ببین مردم ببینید خیلی زیاد هم هست امروز چون گفتیم امروز روز شنبه است روز استراحتی است مردم هم زیاد است الان خود کودک‌ها بسیار در این چیزا شب خورم اومدم در این طرف شم کدام کافه رستوران است خب بریم با دیگه طرف در اینجا دوستان عزیز کاروسل همو آل ماشین هم هست کاروسلی خیلی جالب چون گفتیم همه چیزا اکسپاناتاش آهنای آهن پراهای پرتفتگی که لازم نیستن همه ها سردین دوستان کودک همیده اولا برزگاه خیلی عجیب خب دوستان عزیز دیگه وقت شما رو زیاد نمیگیرم شما رو به خدای پاک و منان میسپارم اینم بود کمی معلومات درباره یکی از موزه های با نفوذ فرانسه اون دروازه هوشید میدره درون دیگه شما رو به خدای پاک میسپارم تا برنامه بعدی خدا نگهدار